سلام، من حامد اسکندریان هستم با سومین برنامه مستر آنباکس، برنامه برای معرفی گجت‌های باحال و کاربردی. تا حالا شده که چی بود؟ سلام، من حامد اسکندریان هستم و این سومین برنامه مستر آنباکسه، برنامه برای معرفی گجت‌های باحال و کاربردی. حتما تا حالا شده تصمیم بگیرید از خودتون یه ویدیو بسازید و بعد از ساعت‌ها برنامه‌ریزی بالاخره بشینید جلو دوربین و بعد از سلام همون اول بسم الله یهو همه چی از ذهنتون بره. امروز میخوام وسیله رو معرفی کنم که حلال این مشکله و البته وسیله برای کسایی که میخوان حرفه‌ای تولید محتوا کنن. تلپرامپتر یا اتوکیو از برند دسویو مدل T2. تلپرامپتر که تو ایران بیشتر به اتوکیو معروفه اصلا چی هست؟ این وسیله نوشته‌های روی صفحه نمایش یه موبایل یا تبلت رو به وسیله شیشه مورب شفاف و رفلکس جلوی لنز دوربین برای ما به نمایش میذاره و به ما کمک میکنه با نگاه مستقیم به لنز دوربین به راحتی از روی متن بخونیم. همچنین به وسیله ریموت کنترل و نرم افزار خودش با سرعت دلخواه ما متن رو بالا میبره. جعبه رو باز کنیم و محتویات بسته رو ببینیم تا درباره این وسیله کاربردی بیشتر توضیح بدم. واه، چه بسته‌بندی ایمنی داره. جعبه، وسایل، ریموت کنترل و خود تلپرامپتر. بریم ببینیم دونه دونه توی جعبه ها چی هست. جعبه اول رو باز میکنیم. ریموت کنترل هست، یه ریموت کنترل جمع و جور خوش دست برای حرکت دادن متن و تغییر سایز و بالا پایین کردنش. جعبه دوممون دفترچه راهنما، رینگ های اتصال برای سایزهای مختلف لنز، یه گیره اتصال که یک طرفش برای تبلت هست، یک طرف دیگهش برای موبایل هست که زیر تلپرامپتر نصب میشه، یه دستمال تنظیف، 3 تا پیچ برای اتصال گیره به تلپرامپتر و یک گیره موبایل برای اتصال موبایل به جای دوربین. این هم خود تلپرامپتر هست که روش با یه محافظ پوشیده شده برای جلوگیری از ضربه خوردن شیشه و ورود گرد و خاک. پشتش همین محافظ داره که خیلی فنری جا میره و جدا میشه و برای اتصال روی لنز هست. محافظ رو که برمیداریم این شکل شیشه رفلکس هست که همینطور که میبینید خیلی آینه‌ای، تصویر رو منعکس میکنه قشنگ و همینطور که روی تصویر میبینید اینطور تصویر نوشته های روی تبلت رو منعکس میکنه روی این شیشه و ما به راحتی میتونیم با نگاه کردن به داخل لنز متن رو بخونیم. ممنون میشم که پیج منو در یوتیوب و اینستاگرام فالو کنید و با لایک و کامنتاتون به من انگیزه بدید و با به اشتراک گذاشتن این پست این محصول و البته پیج منو به دیگران معرفی کنید. اگر هم عرضه کننده گجت‌های باحال و کاربردی در زمینه طبیعت‌گردی و کمپینگ یا عکاسی و فیلمبرداری هستید به من پیغام بدید. بازم با معرفی گجت‌های باحال و کاربردی برمیگردم. تا اون موقع مراقب خودتون باشید.